این پیرمرد میخواد یه گربه رو به سرپرستی بگیره، اما فقط یه گربه سیاه داخل پناهگاه باقی مونده. پیرمرد اول با خودش فکر میکنه که گربه سیاه بدشانسی میاره، اما توی ماشین گربه میو میکنه و ناگهان یه چتر به در ماشین پیرمرد گیر میکنه و یه بارون شدید شروع میشه. پیرمرد وارد آپارتمانش میشه و میبینه آسانسور نیاز به تعمیر داره، اما به محض اینکه به سمت پلا میره گربه دوباره میو میکنه و تعمیرکار آسانسور رو تعمیر میکنه. پیرمرد گربه رو روی چند تا روزنامه میذاره و گربه دوباره میو میکنه. ناگهان پیرمرد آگهی یه لاتاری 30 میلیاردی رو میبینه و سری میره به سمت بلیط فروشی، اما گربه دوباره میو میکنه و یه درخت کریسمس بزرگ دقیقاً میفته جلوی پای پیرمرد. حالا پیرمرد مطمئن شده که گربه سیاهش براش شانس میاره. پیرمرد سری میره تا آخرین بلیط لاتاری رو بخره، اما در همین لحظه همسایه حامله‌شو میبینه که میخواد یه بلیط لاتاری برای خودش بخره. پیرمرد با مهربونی آخرین بلیط لاتاری رو به همسایه‌اش هدیه میده، اما